های لیدیز اند جنتلمن، چطورین بچه ها؟ من شایم براکر هستم و خوش اومدید به یک ویدیوی جدید و جذاب. بچه ها من عذرخواهی میکنم ازتون بابت اینکه خیلی وقت بود که توی آپارات فعالیت نداشتم و من توی یوتیوب فعالیت دارم و کانال یوتیوب هم همین میاد، به حتما سابسکرایبش کنید. حالا بگذاریم از اینا. بچه امروز یه ویدیو گرفتم در مورد گرونترین سنگ های جهان که بریم ببینیم. لیتس گو، بریم سراغ ویدیو. و آشنا بشید با گران قیمت ترین و کمیاب ترین سنگ های جهان. با توجه به اینکه میلیون ها سنگ در جهان وجود دارد، اما تعداد خاصی از آنها با نام کمیاب ترین سنگ های جهان شناخته می شوند. سنگ هایی که همانند طلا هستند و قیمت هایی بالا دارند. سنگ ها در اواسط دهه های 1800 میلادی در دو مجموعه سنگ های قیمتی و سنگ های نیمه قیمتی قرار گرفتند. حال می خواهیم در این ویدیو بیشتر درباره سنگ های قیمتی و همچنین این دلایلی که باعث پدید آمدن کمیابترین سنگ های جهان شده اند آشنا شویم. با کانال فارسی همراه باشید. اصطلاح سنگ های قیمتی بیشتر برای الماس، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زمرد به کار می رود. گرانبهاترین سنگی که بین عموم مردم شناخته شده است الماس است. این سنگ گرانبها از سخت‌ترین کانی های جهان هست که از پیوندهای بین اتمی قوی تشکیل شده که عنصر آن کربن نام دارد. دو سنگ گرانبهای دیگر بعد از الماس به نام یاقوت کبود و یاقوت سرخ که هر دوی آنها ترکیبی از دیگر کانی‌های سخت جهان هستند که نام آن کانی مورد نظر کروندوم است. ارزشمندترین سنگ بعد از موارد گفته شده زمرد نام دارد که از کانی بریل تشکیل شده و سختی آن کانی به تا اونجایی که من شنیدم گرونترین سنگ جهان یشمه. خیلی شبیه یشمه که اندازه کروندوم نیست، اما از کانی کوارتز ساختاری محکم تر و قوی تر دارد. دیگر سنگ های موجود در جهان بعد از این موارد به عنوان سنگ های نیمه قیمتی معروف هستند. در ادامه می خواهیم با سنگ های ارزشمند جهان آشنا شویم. با ما همراه باشید. جرم ژویت نادرترین سنگ. سنگ قیمتی و بسیار نادری به نام جرم ژویت در سیبری کشف شد. در حال حاضر این کانی در منطقه ارونگو در نامبیا و معدن پانتاهول در میانمار و همچنین در شهر کوچک تادجیک در کرو یافت می شود. از ویژگی های این سنگ می توان به رنگ آبی متمایل به رنگ ارغوانی آن اشاره نمود. گفتنی است که قیمت آن حدود $2000 در هر قیراط است. عقیق سیاه نادرترین سنگ. یکی از نادرترین عقیق‌های قیمتی عقیق سیاه است. ترکیب این سنگ از عنصرهای کربن و اکسید آهن است. این سنگ را میتوان در استرالیا، چک، ترکیه، اندونزی، برزیل و اتیوپی یافت. قیمت آن حدود $2355 در هر قیراط است. $1355 در هر قیراط است. من گیج شدم. $1355. مثلا دلار 48 $358 ضرب در بند دلارمون 48,000 تومان. 65 میلیون تومان. زیاده. داره نسبت به سنگ قبلی کمتر خورده. 100 میلیون تومنه. خیلی گرونه. این ارزون‌تره نسبت به اون. بعد فکر کن یک توی طبیعتی از این سنگا میبینیشون رد میشی،
بعد میای یه ویدیو میبینی که ای وای این سنگا رو من اونجا دیدم و نمیدونستم هر قیراطش 1355 دلار که معادل 65 میلیون خورده تومنه باشه. ای کاش اونو برمی‌داشتن. یعنی اینجوریه. البته اینو توی معدن استخراج میشن. صدا شو خیلی خوشگله. بریل قرمز، سنگ قیمتی نایاب. از کمیابترین سنگ‌های قیمتی جهان سنگ بریل قرمز است که تنها در چند ایالت یوتا و نیومکزیکو تا به حال یافت شده است. این سنگ برای بار اول توسط دکتر هاجز لامار در مواد معدنی از یوتا به کشف رسید. در حال حاضر این سنگ تنها در کوه واه واه در یوتا وجود دارد. قیمت آن در هر قیراط $10,000 است. در هر قیراط 10,000 بود؟ یه لحظه بگو دوباره چند؟ جون من بگو. $10,000 است. یو ابلفت $10,000. بذار حساب کنم. پشما 480 میلیون تومن که با تقریبش که گردشم کنیم میشه 500 میلیون تومن. وای چقدر این سنگ گرونه. یهش من باید بگم یهش خیلی گرونه. صدا بیار. سنگ ماسگراویت جدیدترین سنگ کشف شده. خیلی خوشگله مثل کهکشانه. یکی از جدیدترین سنگ‌های قیمتی و با دارای قیمت بالایی در بین دیگر سنگ‌های قیمتی است. این سنگ ترکیبی از عناصر بریلیوم، منیزیم و آلومینیوم میباشد. علت نامگذاری این سنگ این است که برای اولین بار در منطقه ماسگریو در سال 1967 در استرالیا کشف شد، اما این روزها در مناطق گرینلند و ماداگاسکار هم میتوانید این سنگ را بیابید. قیمت این سنگ در هر قیراط $35,000 محاسبه شده. در هر قیراط یادم رفت گفت خیلی گفت ولی در مناطق گرینلند و ماداگاسکار هم می توانید این سنگ را بیابید. قیمت این سنگ در هر قیراط $35,000. میدونم $35,000. بذار حساب کنیم ببینیم چند میشه. $35,000 ضرب در $48,000 برسه 1,680 میلیون تومن. پولدارا هم نمیتونن اینو بخرن در هر قیراط. $10,000 محاسبه شده. پینیت از کمیابترین های جهان. کمیابترین سنگی که برای ساخت جواهرات استفاده می شود سنگ پینیت است که بر روی زمین معروف شده است. این سنگ که عنوان کمیابترین نوع سنگ را به خود اختصاص داده، حدود 25 عدد از آن در جهان کشف شده است. قیمت این سنگ حدود $50,000 تا $60,000 در هر قیراط محاسبه شده است. 50 تا $60,000. $60,000. دارم خیلی فشار میخورم ها. 60,000 ضرب در 48 میلیون. شاید این واسه خارجی ارزونه یا شاید هم پول ما بیارزشه. نمیدونم. ممیز 2,880 میلیون تومان. هیچ شدم از بس رقم سیاه بود. گرونه خیلی گرونه.
گراندیدیر گران قیمت ترین سنگ. کاشف سنگ گراندیدیر است و نام گراندیدیری از اسم او گرفته شده است. عناصر منیزیم، آهن و آلومینیوم باعث شده سنگ به رنگ آبی و سبز و سفید در بیاید. آهن موجود در آن باعث شده رنگی مایل به سبز در آن ایجاد شود و گراندیدیت در آن ایجاد شود. گراندیدیت تنها در ماداگاسکار وجود دارد. قیمت در هر قیراط $100,000. ماداگاسکار کجاست؟ همه سنگ اونجا یافت میشه. من مهاجرت بکنم اونجا. والا ماداگاسکار نمیدونم کجا. برای این سنگ محاسبه شده است. سنگ چشم گربه یا آکتینولیت. اسم این سنگ در آن باعث شده رنگی مایل به سبز در آن ایجاد شود و گراندیدیت در آن ایجاد شود. گراندیدیت تنها در ماداگاسکار وجود دارد. قیمت در هر قیراط $100,000 برای این سنگ. قیمت در هر قیراط که 4,800,000,000 قابل یا 5 میلیارد. ذهنی هم میشه محاسبه شده است. قیمتش واقعا زیاده. سنگ چشم گربه یا آکتینولیت. اسم این سنگ چشم گربه نام دارد. از نامهای دیگری هم برای این سنگ در نظر گرفته شده است که به ترتیب عین‌الحر و یا سنگ سیفون هستند. سنگ چشم گربه به دلیل وجود بلورهای موازی روتیل یک خط براق سفید رنگ یا نقره‌ای رنگ در آن وجود دارد که این باعث خاصیت نوری ویژه‌ای در سنگ می شود. سنگ چشم گربه با رنگبندی متنوع یافت می شود. سنگ چشم گربه به دلیل برق جذابی که بر روی آن وجود دارد مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است و به عنوان یکی از جواهرات و سنگ‌های قیمتی پرطرفدار به شمار می‌آید. خواص درمانی چشم گربه ایجاد آرامش، باعث ایجاد شادی در افراد و افزایش انرژی مثبت در افراد می‌شود. والا هر کسی اینو دستش بگیره باعث آرامش میشه. از بس گرونه. خب چند دلار بود؟ نفهمیدم. عقیق از نام روی آن وجود دارد مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است و به عنوان یکی از جواهرات و سنگ‌های قیمتی پرطرفدار به شمار می‌آید. خواص درمانی چشم گربه ایجاد آرامش، باعث ایجاد شادی در افراد و افزایش انرژی مثبت در افراد می‌شود. قیمت گفت از بگم کپ کرد مرده. شاید هم شادمش باشه. عقیق از نام رودخانه‌ای به نام آگات در شبه جزیره سیسیل گرفته شده است که امکان استخراج این سنگ از بستر رودخانه آگات وجود دارد. این رودخانه از جمله مهمترین معادن عقیق در آلمان بود. عقیق‌های کشور برزیل برای حکاکی مناسب تر هستند. دیگر کشورهایی مانند چین، هند، مکزیک و چند کشور آمریکا که دارای معادن بزرگ عقیق هستند. عقیق آگات یکی از قدیمی ترین سنگ های نیمه قیمتی است که تاکنون به ثبت رسیده است. انواع سنگ عقیق را می توان به ترتیب عقیق یمانی، عقیق سلیمانی، عقیق خزعی و عقیق شجری نام برد. خواص سنگ عقیق از بین بردن انرژی های منفی، ایجاد شادی و آرامش و برقراری تعادل در نقاط مختلف بدن است. آمتیست. یعنی با یه قیراط اینا میشه ماشین گرفت. با یه اینقدر میتونی اندازه اتاق من ماشین بگیری.
سنگ آمتیست در رنگ‌های بنفش کمرنگ تا بنفش پررنگ در جهان وجود دارد. این سنگ باعث تشدید احساسات و عواطف در انسان‌ها می‌شود و رابطه‌ها را محکم‌تر می‌سازد. به همین دلیل یکی از بهترین هدایا در روزهای خاص برای زوجها به حساب می‌آید. باستانیان بر این باور بودند که شخصی که آمتیسم همراه خود داشته باشد از سرمست شدن در امان خواهد ماند. خواص سنگ آمتیست ایجاد انرژی مثبت، درمان بیخوابی و آرامش اعصاب است. یاقوت کبود یا بریل. معادن استخراج یاقوت کبود در واقع بازمانده ای از رگه های آتشفشانی و دگرگونی هایی که ترکیبات گرانیت و مرمرند که در بستر کوهها و دامنه کوهها ایجاد شده است. خواص یاقوت کبود ایجاد حس شادی و عشق ورزی، محافظت از انسان در برابر انرژی های منفی و از بین برنده استرس و غم است. بچه ویدیو تموم شد. خب مرسی که بچه‌ای که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه تا اینجا که این ویدیو اومدین به عشق همین یاقوت کبود یه قلب آبی واسه من بفرستن تو کامنت ها. بچه‌ها این ویدیو توی دوتا چنلم، توی آپارات و توی یوتیوب گذاشته میشه. این ویدیو چیز دیگه چی بگم، و بچه ها خدا نگهدار.